سلام به کل دوستان. اومدیم سراغ بازی دریم لیگ 2026. اگه کسی واسه سوال باشه که این بازی رو میخوان نصب کنم ولی بلد نیستن، برن در گوگل پلی، گوگل مچ و بزنن دریم لیگ 2026 و واسه شون در میاد و برن لذت کافی رو ببرن. در این بازی اومدیم بازی کنیم و بهتون نشون بدیم کیفیت این بازی. این کیفیت بازیه از واقعی که از رختین در میان و مربیش ایرانی زده. واسه من مربی ایرانی زده. و خب سراغ بازی. این مثل بازی دریم لیگ 2017 نیست که مثلا بزنید شوت آروم و گل شه. اینجا آروم زده، یعنی گفتم شاید مثل دریم لیگ 2017 باشه، ولی دیدم نه، مثل دریم لیگ 2017 نیست. و میان دروازه‌بان تیم حریف و جمع میکنه. ادامه بازی. گوشه از دستم افتاد. دستپوز خارج شد. یه ضربه خطرناک. حالا ببینیم چه خواهد شد. در منطقه شد واسه تیم حریف داشتن گلو میزنن از کنن تیم حریف. میاد یه پاسو میده. یه تیم دیگه گل زده به تیم. اینجا بازم نشون دادن عجب کیفیت شده دریم لیگ 2026. بازی های همزمانی هم نتیجهشون رو داره نشون میده. نتیجه بازی ها رو نشون دادن. میره همین بازی کن یه ضربه و گل. تیممون گل میزنه و بقیه گل میزنن. بچه ها من گل زدم. عجب پاسی هم داد. میاد ضربه بزن. یکی من بزن تعویض کنیم. چیپ رو زدی.
اینجا یه پاس میاد بده. پاس میده یه چند تا یک شد بازی تیم حریف. تریجر یه ضربه خطر. اشتباه میکنن. یه ضربه تیرک بله بازی 2-2 شده. واه دقیقه 80 2-2. وای کارت زردم گرفتیم. دقیقه 80 2-2 بازی شده. اون یکی بازی که داره بازی میکنه میاد یه پاس چرخشی میزنه. چرخی خیلی زرد. از 4 تا شوت‌هاش فقط یه شوت وارد دروازه شده. یه ضربه و گل به آفساید. گل آفساید. حالا این بازی هم به پایان رسید. 1-0 هم بردیم. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. و ببینیم الان چی میشه. بزنن نظر میپرسه. بله تموم شد. خداحافظ.